بفرمایید. با عرض معذرت، چنانچه خودتان بیان کردین، ببینید من بحث تکفیر میخوام یک چند تا سوال بکنم که انشالله در موردش انشالله بحث شود. بعضی از مردم بین کفر عملی و اعتقادی فرق نمیکنند و هر شخصی را که به غیر از اون چیزی که الله تعالی نازل فرموده حکم کنند. کافر خارج از دین مانند، ولی ای که نظر صحیح نمی باشه که همکنون در صدد شرح تفصیلی بعد میاییم. اما رقم که از نظر خواست گذشت که تفصیل این موضوع از طریق سلف صالح امت به ما رسیده و او افرادی که چون ابن عباس و ابن مسعود از اصحاب و مردان بزرگ از تابعین چون حسن بصری و نحی می باشند که کفر به دو قسمت، عملی که باعث خروج از دین نمی شود و اعتقادی که موجود خروج از دین است تقسیم بندی کردند. ما سوالی ما اینجاست که آیا شخص عوام که علمیتی بر دین نداره میتونه یک شخص مؤمن و یا شخصی که اهل بدعت است تکفیر بکنه؟ انشالله در این مورد از شما شناسم. بفرمایید. رهروان، من از شما یک سوال میکنم. همین چیزی که عباره که خوندید از کجا خوندید همین رو؟ به خاطر این یگو مشکل ندارد، برای که من این چیز رو در فیسبوک دیده بودم. چنانچه در کتب های متعددی هم است. تالیف کننده این کتاب غلط نکنم ناصرالدین آلبانی است. این کتاب تعریف کردن و در دسترس ما اکنون به سوال قرار شما جواب میدیم. ناصرالدین آلبانی در اول جهل رو عذر گفته، در آخر بعدی که به علمای نجد صالح و غیر بحث و مناظره کردن توبه کرده. سخن ناصرالدین آلبانی وجود دارد. برای همین ما منهج داریم اهل سنت که هر عالم رو سخن آخرش رو باید بگیریم. سخن آخری آلبانی در یوتیوب با صدایش وجود دارد که میگوید هر کسی که کفر به طاغوت ندارد، یعنی قبر پرستی میکند، قبر پرستی رو ترک نکرده است، کافر است، مسلمان گفته نمیشد. این یک مسئله. مسئله دوم، تقسیم کردن بین کفر و بین تکفیر، یعنی بین کفر عام و بین کفر خاص بگیم، یا که کفر مطلق و معین. به مطلق فرق گذاشتن، یعنی در همه وقت کفر مطلق است و کفر عین است گفتن، این غلط است. و این مذهبی انمین بسیاری خطا فهمیده ها از جهلا، یا که عادتا این مذهب مذهبی مدخلی ها هست که خیلی پیش میبرند، لیکن بعضی از علمایی که خطا فهمیدن هم در همین مذهب هستند. بلکه علمای ما فرق میگذارند. علمای سلف صالح هم فرق گذاشتند و آن چیزی که در از نام سلف شما قرائت کردید غلط است. این تهمت به سلف است. سلف صالح در مسئله اصول دین تکفیر میکردند، هم تکفیر مطلق و هم تکفیر معین. اگر من به شما حاضر یک بار بیرون شدم، معذرت خواهی میکنم. صدای من هست؟ برادر صدای من هست؟ بله. اگر بارک الله فیکم، اگر من 10 نفر رو ببینم که 10 نفر بینماز است، من بگویم که ای 10 نفر بینمازا کافرت شما، بگویم آیا همین تکفیر من تکفیر مطلق است و به عینشون دخالت نمیکند؟ هم عقلا هم شرعا کسی بگوید که شما این 10 نفر رو کفر مطلق گفتید، تکفیر مطلق کردید، اما عینا تکفیر نکردید، بگوید و بعد از سخن من با اونها رو مسلمان بگید، یک جاهل است، حالا نفهمید شریعت رو. تکفیر در مسئله اصول دین، تکفیر عموم، تکفیر یعنی تکفیر مطلق، تکفیر عین است، هیچ اختلافی ندارد، مشکلی ندارد. فقط در صورتی که ما در همون حالت جدا میکنیم که ما میگوییم هر کسی که شرک اکبر کفر اکبر رو کرد کافر است میگه، و بعد از این ببینیم که 100 نفر 1000 نفر شرک اکبر رو کرده، احساس میگیم که همین 100 نفر 1000 نفر همه اینها کفار مشرکینن. این تکفیر عین است. اگر دیدیم که به اختیار خودشون کرده شدن بدون اکراه باشه، البته شرط فقط اکراه هست و همون یقین دیدیم که شرک اکبر رو کردن، همین شرط رو نظر میکنیم. بعد از این دیدیم قبر پرستا رو، مثلا امروز ما ببینیم که در مزار شریف افغانستان 1000 نفر قبر پرستی است، میگیم که همین کسایی که
در مزار شریف هستند و قبر پرستی میکنند کفار و مشرکین هستند. جهلشون عذر نیست. آیا این تکفیر ما تکفیر مطلق است یا عین است؟ مقصدی من عین است، قصدی من عین است. من همش تکفیر کردم یک به یک. اما بعضی از جهلا اومده میگن که نه، ابو محمد تکفیر مطلق کرد، این عین نمیشد، این باطل است. برای همین سلف صالح رحمه الله در مسئله خلق قرآن چی گفتند؟ گفتند هر کسی بگوید که قرآن کلام الله نیست مخلوق است یا مخلوق است، بگوید هر کسی بگوید که قرآن مخلوق است کافر است. این را مطلق گفتند. و به نزد امام احمد یک نفر آمد و گفت که اگر همین قرآن را فلان آدم معین بگوید که انا همین مخلوق است، گفتند که کفر. در نزد امام احمد یکیش همین خلق رو کرد، گفتند کفرت بالله العظیم و تکفیر کردن مأمون رو، تکفیر رو مشهور کردن. اما تکفیر دادن مأمون معتصم بالله را مشهور نکردن. این حکمتش داشت که در جای دیگر نقل میکنیم. بعد از این بارک الله فیکم در نزد امام شافعی گفتن هر کسی که کلام الله را مخلوق گوید کافر است. به نزدشون آمد، این قصه معروف است، قصه فرد رو نظر بکنید. الفرد بود، نام اولش فراموش شد، لیکن وقتی که به بحث به حتی مکتبه شامله زدید که الفرد تکفیر امام شافعی الفرد نویسید میبراید. امام شافعی یک نفر رو دیدن که در نظرشون حفظ الفرد بود، بله حفظ الفرد کلام الله رو مخلوق گفتن. امام شافعی گفتن که فوالله الذي لا اله الا هو كفرت بالله العظیم. کفرت گفتن، در روایت کافر گفتن یا کافر گفتن. اینها میگفتن که هر کسی که نماز رو ترک بکند کافر می شود و یک آدم بی نماز رو بینن تکفیر میکردن. و این در مسائل کفر اکبر ظاهر و شرک اکبر ظاهر این چیز بود. اما بعضی از جهلا مذهبی سلف رو که نفهمیدن همین اعتقاد باطل رو جدا کردند و گفتند که تکفیر عموم هست اما خاص نیست. این باطل است، تکفیر خاص هست. البته بینید که اگر بدون اکراه باشد هست، تکفیر خاص هست، تکفیر عین هست. و کسی که اینه به مطلق معین مطلق جدا میکند و بعد از این میگه که تکفیر عین وجود ندارد، شرط های بافته ساخته میآورد، جهل و تعویل و این اون در مسئله اصول دین میبرد، این وزیری است، این گمراه است. اما در مسئله بارک الله فیکم آیا تکفیر را یک آدمی جاهل، یک آدمی بی علم کرده میتواند یا فقط عالم بکند؟ ما میگیم که تکفیر این فقط وظیفه علما نیست. ما میگیم که دین ما تقسیم میشود به اصول دین و به فروع. در مسئله اصول دین تکفیر وظیفه همه است. هر یک کسی که لا اله الا الله میگه باید فهمد که کسی که غیر الله عبادت کرد کافر است، کسی که الله دشنام داد کافر است، کسی که قرآن به یگون اکراه، به مجنونی، به یگون مجنون نیست، عقلش در جایش هست، صبی کودک نیست، اکراه ندارد، به اختیار خودش قرآن رو از سبب بدبینیش میسوزاند یا تحقیر میکرد کافر است. این همه باید بدون. ابن باز در این مسئله میگه که تکفیرهای هست که حجت به دلیل نیست، میگه به این عالم شدن شرط ندارد. میگه ما در این مسئله تسجیل کردیم، سخنهای ابن باز قرائت کردیم گذاشتیم. آیا میگه کسی که الله در نزدت گفت که الله را فلان و پسمدان حقارت‌های بد کرد، آیا برای تو میگه دلیل لازم است؟ آیا تو برای نه تکفیر کردن کافر گفتنش باید عالم باشی؟ میگه این سخن رو بجز جاهل کسی نمیگه. بله اوزیری ها جاهلند، اوزیری ها جهلشون حتی جهل مرکب است، گمراه هستند. انا همین است والله اعلم. جواب سخنیم. تشکر استاد عزیز، گرچه با تفصیل بیان کردید. ببینید من شخص که مثال به عنوان یکی که از دین کم آگاهی دارم، یعنی عالم نیستم، منظور از این سخن من این بوده که اگر من نوعی یک کفر آشکار را نبینم و فقط به زبان ببینم که اینها به دین توهین میکنن و در قرآن ما داریم که در سوره مائده و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، کسانی که به آنچه خداوند نازل کرده از حکم نکنه کافر است. بنابر ابن عاظم رحمت الله علیه که میفرماید این آیات سه گانه سوره مائده را در مورد کافران نازل شده که مسلم در صحیح خود را تخریج کرده.
الکافرون الظالمون الفاسقون که یکی این بار اونها را کافر، بار دیگر از ظالم و بار سوم فاسق میخوانند. به این نحوه چنانچه ما از زبان شما میشنوم میگین که اگر عامی و عوام اگر کفر آشکار و کفر اکبر نبینه، میتونه به یک نحوی تکفیر کنه طرف مقابلی که عملا، چون که ما پیشتر سوال کردم، عملی و ظاهری که انجام بده. انشالله در این مورد خیلی تفصیل صحبت کنین. امین نکته هم انشالله اشاره بکنین. ممنون شما. سخن شما به همدیگر تناقض دارد. عملی ظاهری، عملی قولی، این گپای زیادتی است، این فایده ندارد. برای همین ما درباره این صحبت نکردیم. کفر اکبر ظاهر و شرک اکبر ظاهر دربارهش ما صحبت میکنیم. این خواه عملی هست، خواه اعتقادی هست، یک کسی اعتقادش ظاهر کرد به قولش، خواه قولی هست، فرق ندارد. هر کسی که کفر اکبر، شرک اکبر کرد، به زبانش الله رسول دشنام داد یا استهزا کرد، یک، یا عملا رفت و سجده کرد یا استغاثه کرد، دو، یا که اعتقاد خودش رو در مسئله حلال حرام دیده و دانسته در بین مسلمان ها یگان فرض انکار کرد یا که حلال حرام حلال کرد، اعتقاد برفت. اینا ما کافر میگیم و باید همه کافر بگن و برای این کافر گفتن عالم بودن شرط نیست. کسی که دید، دانست، فهمید، گپ درباره دانسته رفته است. کسی که دانست که می شرک کرد باید تکفیر کنه، باید تکفیر کنه. اما کسی که ندانست و نفهمید و تکفیر نکرد، البته ما این آدمی که تکفیر نکرد عذری ما تکفیر نمیکنیم. اگر جاهل باشد، نفهمید، مثلا شما یک مشرک نگفتید، از سبب نفهمیدن ما شما را مشرک نمیگیم. ما به شما حجت میرسونیم، خاطر شما صحبت میکنیم. بعد از اینکه حجت رسید و فهمیدید باز همین عقیده باطل ادامه بدید، بعد مسئله عذر المشرک، تکفیر و غیره است. والله اعلم. فهمو شد برادر؟ تشکر استاد عزیز. ما انشالله صحبت های شما حتما دنبال میکنم. هر شب انشالله شنوا هست. تشکر از شما. همون دنبال بکنید. در این مسئله باید صحبت زیاد است، خیلی زیاد است. من هم در این آخرین است، معذرت خواهی میکنم، بیرون میشم. ما یک نیم ساعت است که میخوام بیرون بشم. الله همه شما را حفظ بکند. برادر ابو حمزه و دیگر برادرها سرجوب بکنید. در پناه الله باشین. جزاکم الله خیر. السلام علیکم.